سلام دوستان، خوش آمدید. در این ویدیو ما می‌خوایم 5 تا از بهترین برنامه رو بهتون معرفی کنیم که بسیار پرکاربرد هستن و داشتن این برنامه برایتون ضروری است. لینک برنامه رو در دیسکریپشن براتون میذارم. میتونید دانلود کنین و از قابلیت‌های بسیار خوبی برنامه‌ها استفاده کنین. شاید به شما اتفاق افتاده باشه زمانی که پس اینترنت فعال میکنین در این چند روز تمام شد و هیچ نفهمین که چرا اینقدر زود بس اینترنتتون تمام شد و یا اینکه امروز چقدر اینترنت استفاده کردین و یا یک هفته گذشته، یک ماه گذشته. خب برای از اینکه بفهمیم که چقدر اینترنت استفاده کردین، برنامه به نام اینترنت اسپید میتر وجود داره که فقط کافیه در برنامه گوگل پلی سرچ کنین اینترنت اسپید میتر. از اینجا میتونید دانلود کنین و قابلیت های برنامه ایسته که نشان میده در یک روز چقدر استفاده کردین و تا آمار یک ماه گذشته را داره که چقدر استفاده کردیم و خوبی برنامه ایسته که یک نوتیفیکیشن در اینجا میایه که چقدر اینترنت برای امروز استفاده شده. بعضی وقتا زنگ ساعت بگذارین و زمانی که زنگ میخوره بیدار نشین یا زنگ تمام شه و یا ای که قطع کرده باشین و دوباره به خواب رفته باشین. خب برای حل از این مشکل برنامه به نام آلارمی وجود داره که میتونید از گوگل پلی دانلود کنین. خب راه حل از این برنامه ایسته که میتونیم برای خود میشن تعیین کنیم که یک میشن رایگان است، بخوایم چند تا میشن تعیین کنیم پولی است. مثل میشن میموری که یک پازل میای یک بار عکسش میای و دوباره باید همونا را پر کنین و یکی تایپینگ باید متن تایپ کنیم و یا یکی متن سوال ریاضی میای باید حلش کنین و استیپ که باید چند قدم راه برین و یا یکی کیار کد یک جای کیار کد میزنین و او را اسکن میکنین. زمانی که زنگ ساعت زنگ خورد امور رو باید برین اسکن کنین و شک که تعیین میکنین چند بار باید تکان بدین موبایل و فوتو که بیشتر من از متن استفاده میکنم چون راحت تره و شما میتونید از برنامه استفاده کنین و از قابلیت‌هایش مستفید شوین. بعضی وقتا در شب زمانی که از موبایل استفاده میکنیم و محیط تاریک نور موبایل تا آخرین حدش کم میکنیم ولی بازم نور موبایل زیاد است. خب برای از اینکه بتونیم نور موبایل از آخرین حدی که کم میشه بازم کمتر کنیم برنامه به نام بلو لایت فیلتر وجود داره و این نور موبایل میتونه از او حد کمترین حدش بازم کمتر کنه. و خوبی برنامه است که میتونین درجهش تعیین کنین که چه اندازه فیلتر شود و این فیلترها رو میتونین انتخاب کنین، فیلتر زرد رنگ، سرخ رنگ یا هر فیلتری که خوشتون بیاید. زمانی که ما میخوایم یک فایل از اینترنت دانلود کنیم معمولا از برنامه کروم استفاده میکنیم که اگر در وقت دانلود فایل اینترنت قطع و وصل شود و ادامه رو بزنیم دانلود از اول فایل شروع میشه و این کار ما رو بسیار سخت‌تر میسازد زمانی که حجم فایل زیاد باشه. برای از اینکه اینترنت زمانی که قطع و وصل میشه دانلودتان از ادامه او شروع شود میتونین ADM یا اتوماتیک دانلود منیجر رو دانلود کنین. لینکش کپی میکنیم. کافی است که از برنامه کروم لینک و فایل بگیرین و در ای پست کنین. خیلی وقت ضرورت پیدا میشه که ما بتونیم فایل های ورد، پاورپوینت و اکسل را در موبایل باز کنیم و بتونیم اونا را ادیت کنیم. خب برای اینکه کار بتونیم از مایکروسافت 365 استفاده میکنیم که او را میتونیم دانلود کنیم. برنامه بسیار قابلیت های خوب دیگه ایم داره مثل اسکن تولز که میتونیم عکس را به PDF و یا عکس را به تکست تبدیل کنیم که بخوایم هر جایی که بخوایم او را پست کنیم. خب دوستان تشکر از تماشای ویدیو. برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنین و کانال ما را سابسکرایب کنین و در قسمت کامنت ها نظرات خود را با ما شریک سازید.